سلام بچه های عزیز، به کلاس دوم خوش اومدید. میریم واسه کتاب علوم پر از قصه و آزمایش های جالب و قشنگ. کتاب علوم ما تصویرش این شکلیه. 3 دختر خانم گل دارن یه نهالی رو میکارن. دختر خانم وسطی نهال رو دست گرفته و دختر خانم سمت راستمون داره خاک رو میریزه روی نهال که توی زمین محکم بمونه. دختر سمت چپیمون داره به نهالمون آب میده تا درختمون رشد کنه، بشه یک درخت تنومند که به ما میوه بده و چوب بده و خیلی خیلی استفاده های زیادی از این درخت میتونیم داشته باشیم. خب زنگ علوم فصل اول کتاب ما بچه ها در مورد زنگ علوم. قرار بریم توی دل طبیعت برای گردش. خب یه روزی دانش آموزای کلاس دوم با همکاری معلم و مدیر مدرسهشون بچه ها گفتن میخوایم بریم توی طبیعت بگردیم. همشون سوار اتوبوس شدن و از خیابونای شهر رد شدن تا رسیدن به باغ بسیار بسیار زیبا و پر از گل. اینجا خانم معلم داره به بچه ها توضیح میده. بچه ها میگه برای بهتر مشاهده کردن باید هر چیزی رو که میبینیم بنویسیم. یعنی ما یه دفتر یادداشت باید کنارمون باشه. هر چیزی رو که میبینیم، میشنویم یا مزه میکنیم یا بو میکنیم ما باید بنویسیم. اینجا ببین بچه ها میگه برای بویدن و چشیدن بعضی چیزا برای سلامتی ما ضرر داره. قبل از چشیدن و بویدن باید از معلم خودمون اجازه بگیریم. اگر که معلم ما اجازه دادن ما از اونا استفاده میکنیم، مزه میکنیم و بو میکنیم. خب بچه ها توی این باغ بعضی بچه ها داشتن حشرات یا پرندگان زیبایی رو میدیدن که با استفاده از چه چیزی اونا رو میدیدن؟ با استفاده از چشم. بچه ها الان شما با استفاده از چشمتونه که دارید این تصویر رو میبینید. ما وقتی از چشممون برای دیدن استفاده میکنیم بهش میگیم حس بینایی. یعنی ما با استفاده از بینایی چشممون میتونیم محیط اطرافمون ببینیم. یا این بچه ها صداهای بسیار زیبای پرندگان تو دل طبیعت با استفاده از گوششونه که میشنون. شما الان بچه با استفاده از گوشتونه که صدای من دارید میشنوید. وقتی ما از گوشمون استفاده میکنیم بهش میگیم استفاده از حس شنوایی. یعنی ما با استفاده از حس شنوایی مونه که داریم صداها رو میشنویم. یا میخوایم میوه های قشنگ این باغ رو مزه کنیم، بخوریم. با استفاده از زبانمونه که ما میفهمیم این میوه شیرینه یا ترشه یا ملس مزهش. با استفاده از زبانمونه که ما مزه ها رو احساس میکنیم. اسم مزه کردن میگیم حس چشایی. یعنی من مزه میکنم. یا نه بعضی موقع ما دست میزنیم به تنه درختان، میگیم این تنه درخت زبره، این تنه درخت نرمه. یا دستمون میبریم زیر شیر آب، میگیم این آب خنکه، این آب گرمه. با استفاده از پوست دستمون سرما و گرما یا زبری و نرمی وسایل ها رو ما میتونیم تشخیص بدیم. به این حس که ما استفاده از پوستمون داریم به ما میگه که ما این حس رو به ما انتقال میده که سرده یا گرمه، نرمه یا زبره. بچه ها بهش میگیم حس لامسه. یا یکی از دخترای گلمون رفتن گلای قشنگی رو دیدن که اجازه گرفتن از معلم، گفتن ما میتونیم این گلا رو بو کنیم. گفتن که آقا خانم معلم گفتن میتونن بو کنن. اینجا با استفاده از بینی ما بو کشیدیم. بچه ها این حس ما میگیم حس بویایی که آخر این درس کارتون حواس پنجگانه رو با همدیگه میبینیم. این 5 تا حس اسمش هست حواس پنجگانه. حس بینایی،
حس شنوایی، حس بویایی، حس چشایی، حس لامسه که با استفاده از حس لامسه‌مون میگفتیم بچه‌ها چی کار میکردیم؟ لمس میکردیم با استفاده از پوست دستمون. یا بویایی با استفاده از بینی ما بو میکشیدیم. چشایی مزه میکردیم. بینایی با استفاده از چشممون بود که ما میدیدیم. شنوایی با استفاده از گوشمون بود. حالا با استفاده از همه این حواس پنجگانه هر چی که ما دیدیم، شنیدیم، بوییدیم، مزه کردیم یا لمس کردیم این تنه درخت‌ها رو توی دفترچه یادداشتمون یادداشت میکنیم که یک مشاهده دقیقی داشته باشیم، چیزی رو فراموش نکنیم از این سفر علمیمون. حالا بریم پایین‌تر. اینجا میگه مینا برگه یادداشت خودش رو گم کرد، اما سمیه برگه یادداشت خودش رو همراه خودش داشت. کدوم یک میتونه مشاهداتش رو دقیق تر بیان کنه؟ خب معلومه سمیه بچه‌ها. چرا؟ چون برگه یادداشتش همراهش هست، هر چیزی که شنیده بود، دیده بود، بوییده بود، مزه کرده بود یا حتی لمس کرده بود و توی دفترچه یادداشتش یادداشت کرده بود و میتونست مشاهدات دقیق تری رو بیان کنه نسبت به مینا. بچه خودش هم کتاب به ما گفته یادداشت برداری به ما کمک میکنه مشاهداتمون رو دقیق تر بیان کنیم. بچه وقتی ما میریم مسافرت یا میریم به گردش، هر چیزی که میخوایم که بهتر مشاهده کنیم باید اونا رو یادداشت کنیم تا بتونیم خیلی اطلاعات دقیق تری رو به دست بیاریم.